خرس بهمون حمله کردش. واقعا اتفاق عجیبی بودش. ما تونستیم در 12 نفری خرسه رو بگیریم، گوشتش رو سرخ کنیم و بخوریم. توی این ویدیو تمام اتفاقاتی که توی این کمپ افتاده شو من بهتون نشون میدم. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. دویدیم سر کوهی رسیدیم. ما قرارم ساعت 12 بودش. با بچه ها ولی انقدر رسیدیم لب دریا. ما رسیدیم به مقصد اولمون که مزرک بود. از اینجا بریم به کمپ. کجا قراره بریم حسان؟ قراره بریم انتهای جاده 2000 روستای شانه تراش، بالای روستای شانه تراش، جنگل سوزنی. ما یه توقف اینجا داریم بهش میگن میدون قلعه واسه خرید تمام مایحتاج برای زندگی 2 روزه ما تو جنگل. ترجیح دادیم که از سوپرمارکت های لوکال اینجا استفاده کنیم که یک نفعی هم حداقل واسه شون داشته باش. چقدر آدمای خیری هستیم ما واقعا. بچه‌ها دارن خرید آذوقه میکنن. چی گرفتی حامد؟ زوشک بهترین لوبیا تبع. ما خریدو کردیم و داریم میریم به سمت بالا. شغالی میکنی ها. عالیه. ما رسیدیم به ته جاده، جایی که دیگه ماشین سواری نمیره. ماشین رو داریم خالی میکنیم بریزیم توی یک دستگاه مانت ببریم بالا. سرا چه احساسی داری اومدی کمپ بالاخره؟ بی‌نظیر، فوق عالیه. دیگه شروع کردم دیگه بعد از اون روز کذایی. رضا جان چه قاعدتاً ولاگی که میره توی یوتیوب بعد این وری باشه. هادی چه زحمتی میکشه. ماشاءالله هادی. من اینا رو ثبت کردم خیالت راحت. همزمان داره 3 تا ولاگ موازی گرفته از زمانهای مختلف. آقا میکایی راننده عزیز ما لوس کردن ما رو میبرن. بریم آقا بریم. خیلی نزدیکه. استرس نگی بابا. خیلی ترسناکه. من خودم پای خیر ما پشت پناهتون. تعدادمون یه جوری که از حالت کمپ رفتیم بیرون دیگه، انگار اردوی توری چیزی اومدیم. ما همه نشستیم. شرایط خیلی خطرناک و سختیه. اینم به زور خودش رو جا کرد. حله برو. منو بگیر. نه ریسک خودت هم رفت. بشین عرفان بشین. نه من میدونم دنبال ماشین. بشین. حامد داداش واظب باش. این پیچو رد کنیم. این پیچو واقعا رد کنیم رسیدیم. همه جا شدیم ولی آره. نه دیگه اونا میدون ویو ابدیه. این ویدیو در شرایط سخت گرفته. آره. ما رسیدیم بالاخره به جایی که باید میرسیدیم. با هر سختی که بود اومدیم. درختو بریم مرحله بعدی که نصب چادر. خب بریم سراغ آنباکس. شمو نگاه کن. دوستش داری؟ عالیه. متشکرم از خانم پرندیس و آقای کاوه به خاطر کادوشون. سپاسگزارم. خیلی لطف کردید. دیگه ببر دیگه. عملیات نصب چادر دوستان واقعا عملیات سختیه. اگه تخصصی نداری توصیه میکنم این کار انجام ندین. باید دونه دونه اینا واس شه برسون. واقعا حجم بارامون زیاده. ظاهرا برگشتن. راجع به کمبوده ها به شهر سواری توضیح بهمون میدی؟ دیگه چون خرید خیلی بالا بوده شهرداری دنبال جایگزینی برای آب معدنی. یه سری چشمای جدید در افتتاح میکنن. آب معدنی جدید. اینجا محلیه که کمپ رو برقرار کردیم. ما از اون وضعیت رسیدیم به این وضعیت مرتب منظم. خیلی خوش اومدید. حالا که ویدیو هست آقا مسعود ما داریم این
زیرانداز شما رو با آرزا تقدیم میکنیم. مسعود جان مرسی، دست شما گرفتن تحویل صحیح سالم. اگه گم شد دیگه مسئولیتش با ایشونه. ببین این تبر از دوران مصطفی 3 ستاره اومده. نگاه کن. دمش گرم. مصطفی 3 ستاره. بسیار تبره، کند و عالی، سنگین و غیر کاربردیه که زنگم زده. می‌بینی جنسش چقدر کافونیه یه زنگ زده. همینم به حال داریم خوبه. خدا رو شکر. برنج برای چند نفر داری دون می‌کنی؟ برای 20 نفر. چند پیمونه است؟ 20 ببخشید. 20 پیمونه. 20 پیمونه. ای ماشاءالله. ناهار هیجان انگیز ما. 20 نفریم. خدایی هیئتی دارین درست می‌کنین. دمتون گرم. گوشی اونجاست وقتی یه ویدیوهایی بگیر. بعدش رب نارنج. ما اومدیم بالاتر از محل کمپمون. یه آب باریکه‌ای داره رد میشه اینجا. کاوه رو اینجا پیدا کردیم. کاوه چیکار می‌کنی دقیقاً؟ اینجا مشغول سدسازی هستی. قبلش چک کردیم که اینجا گوله نمک نباشه که سد ساختیم نمک‌ها آب نشه. احسنت. بعد از دوره آرنده‌ای که طی شد این نقطه رو بهترین نقطه سد پیدا شد. حالا اصلا می‌خوای چیکار؟ آب می‌خوای چیکار؟ میخوام ماشین ظرفشویی بسازم. تکنولوژیا. مرزا ماهی در چه حاله؟ سوار نیسان باید بری پایین. شرایط سخت، دعا کنید تو رو خدا. فقط دعا کنید که کار در بیاد. فقط ما خیلی پیگیر هالیوود تا بچه همه گوش کنید صدای قلنج هادی. ASMR in the camp. که نباید بشون. همچنان در حال غذا درست کردن. تعداد زیاده، ماهی ها کم. هر کی زودتر بخوره برنده میشه. قلب تو قلب پرنده پوستتم. عملیات پختن شام رو داریم. از سیب زمینی شروع کردن بچه‌ها. شام چی قراره بخوریم؟ شام قراره میگود و پیازه پیازه بخوریم. این سیب زمینیشه. این سری ما کاری که کردیم از گازهای سفری استفاده میکنیم که این از ایتالیا اومده گازه و این ساج هم مال فرانسه است. از اونجا اومده به خاطر بچه هم دارن میگوها رو دارن ببخشید واحد پول فرانسه تلس. بله تله. رفتن بچه ها مشغول سوسیس. دستت برید نه بابا. آره جر خورد. سوسیس رو برید. ساحل دستش رو برید. وضعیت غذا به چه صورتی هستش؟ با رعایت ادب که ویدیو روته بگو. بله حتما. بفرمایید. شما بی‌ادبی تا از من. نه بفرمایید. راجع به سوسیس می‌خوایم حرف بزنیم که تو چه وضعیه. خب انگشتی درسته. و 80 و 90%. 80-90% چی ان؟ نمیدونم براتون آشنا است سوس انگشت یا نه. حالا خودتون. ببین شما چون دارین صحبت می‌کنید احتمالاً واسه شما آشناتره دیگه. نه واسه من که اصلا آشنا نیست. حالا به هر حال خدا رو شکر داره خوب پیش میره. خدا رو شکر. صبح همگی بخیر. صبح روز اول کمپمون هستیم. بچه‌ها دارن صبحونه آماده می‌کنن ببینیم چی دارن برام. ها؟ فهمیدم. چیز آذربایجان غربیه. بعد از وسط قهوه چرا چیش نیست؟ بیشتر تخم مرغ تا قهوه. 3 نوع املت و نیمرو رو ما خوردیم. این یه چیز دیگه بود. دمت گرم مرسی. واقعا حال بود. لقمه شرم و حیا. آره دیگه نوشه جون. بعد از صبحونه نوبت به یکم گشت و گذاره تو این هوای زیبا. آره بحران آب توی شمال رو به تصویر کشیده بودم. مارکتی دارن میان بالا از ما آب بگیرن چون آب نداریم. 2 تا برداریم؟ 2 تا آب زیاد داریم. ریخت و پاش. بریز و پاش. من میذارم تو کوله میذارم روی شونه‌ام. واقعا تو این هوای زیبا حیفودش میشستیم. راه افتادیم از جاده اصلی بگیریم بریم بالا. حسام میگه اون بالا خبری هست. بریم ببینیم اون بالا خبری هست یا نه. اگه خبری نبود که هیچی، بره خبری بود میگم بهت. احساس میکنم چشام
شده یا حال عجیبی داره. چشات ضعیف شده؟ اینجوریه احساس واقعا سرشیبی 45 درجه رو داریم میایم. بچه یه حرفی اینجوری حالتان چون اسپانسر ما مزمز امروز بعد از دریانده بعد از آریامن دویدیم به صحرایی رسیدیم. حسام تا اینجای مسیر چطوری ارزیابی میکنی؟ ببین تا اینجاش که سبکه خب و اینجا اولین جایی که معمولا واسه استراحت میمونن یه آبی میخورن بعد ادامه میدن. چشمه هست؟ آره کوچشمه اونجا و مواظب باشید گل من فکر میکنم بیشتر خیلی نزدیکیم. آره هنوز یه سری بچه ها نیومدن بالا نمیدونم معلومه یا نه تو مه ولی آشغاله هم رو دستمون میریزیم در زم چون به محیط زیستمون اهمیت میدیم. زمین خونه اول ماست. تقریبا 45 دقیقه بچه ها دارن به ما میرسن. دریا چند ساعت پیمایش داشتیم؟ 2 ساعت و نیم 40 کیلومتر. من پرسیدم دیدن 2 ساعت و نیم پیمایش داشتیم شیب 90%. آره 90%. نمیدونم معلومه یا نه. هادی عجیبه اینجاست. هادیو ول میکنی معمولا میره بالا. اگه با گروه باید اوه بچه ها میتونم از این بحث علمی که میکنیم ویدیو بگیرم. بله چیزی که شاهپایا میرینن بهش میگن سرگین. سوسکی هست خرچوسونه یه اسم دیگهش سرگین قلتانه. چجوری حفظ کردین اسمشو؟ اطلاعات عمومی ما همیشه اطلاعاتمون بالاست. که اینطور نمیدونم در با چی صحبت می‌کنیم. ما دیتا سنترمون خیلی قویه. ته نداره. چت جی پی تی مثلا ما باش احسن کمک میکنیم دیتا میدیم و اینا. سوسک گوه. این حرفو نزن حامد. جدی میگی؟ شیب آخره؟ ایشالله این شیبو دیگه رد کنیم پیش رو رد کنیم رسیدیم. آره برگشتنی غلط میخوریم به پایین. ولی من خودم خیلی وقت بود 2 سالی بود نیومده بودم. خوبه حال میده. پشت این پیچ اتفاقات خوبی منتظرمونه. تقریبا دیگه رسیدیم به بالای جایی که میخواستیم بریم. این طرف دشت شده نشده که حس کنم گول خوردیم. به اون چیزی که میخواستیم نرسیدیم. حسام چی شد که سر از اینجا در آوردیم نشستیم اینجا؟ گفتیم یکم استراحت کنیم که یه سری بچه‌ها عقب‌تر هم برسن به ما. خیلی راهی نداریم در حد مثلا 3-4 دقیقه. حتی یه داستانی که از مه خیلی زیبایی‌های اینجا رو نمیتونید کامل ببینید ولی باز حس خوبی داره. به نظر من که اگه اینجا یه دونه کلبه چوبی داشتیم خیلی حال میداد. که اینطور کردیم. یه جیپ هم داشتیم از اون جنگی ها تا اینجا می اومدیم و پایین بالا میشدیم. آره. بالاخره رسیدیم به این دشتی که تعریفش شنیدیم. دشت مه‌آلود. خودمونو به زور آوردیم کاوه توپ چی بیاریم؟ خیلی جالبه اینجا ماشین اومدیم بالا. هادی اینجاست. هادی مثلا 2 ساعت اینجا رسیده. ماشاءالله اصلا انتظار نداشتیم تو بیای. دقیقا 1 ساعت طول کشید بیایم اینجا. با استراحت و اینا خوب اومدیم بازم. ولی کاوه واسه کی چیدی اینو؟ فرندیست. عکس بگی با فتوشاپ درست اینجا یه ذره شبیه رفتاریم که اول خیلی گوگلیه. گل خرگوش میگم بهش. این سری
اصلا جدی انگار داری گوش خرگوش نوازش می‌کنی. ببینم فکر کنم خاصیت خوبی هم داره. میو. تو به خرگوش میگی میو. شما چی میگین؟ ما اصلا صداش نمی‌کنیم. گشنم شد. امیدوارم بچه‌ها ناهار آماده کردن. پشماشون ریخته که ما چرا اینجاییم. ما اومدیم از شما تصویر برداری کنیم برای ولاگمون. نظر شما راجع به این طبیعت چیه؟ والا به اون بیمه بیکاری نمیدن، ما رو میخورن، گشنمه. سلامتی گاو که نمیگه من، میگه ما. سلام هاپو، چطوری؟ تقریبا 2 ساعت طول کشید که رفتیم بالا. اون ویو استثنایی و برگشتیم. واقعا روحم شفا پیدا کرد. حالشت. ما 2 دقیقه اومدیم بشینیم که دریا گفتش که این غذا زیبا شده ازش ویدیو بگیر. این قراره چی بشه دریا؟ استانبولی بشه با نیمرو. آخر فاینالش هم بهتون نشون میدم. فاینال کار نشون بده دیگه. چه کردی؟ باری که مرسی. آره بخورید دیگه. یه بخورید سرتون همونطوری که میبینی بچه ها ناهار رو خوردن و کیسه خواب آوردن اینجا تو بیرون خوابیدن. میزم اینجا رفته خوابیده، یعنی عشق و حال. بقیه هم دور آتیش. رضا و ساحل هم مثلا اینجا ورودی جاییه که کمپ کردیم که جاییه که خیلی خلوت، هوای مشتی. بعد یهو ما میریم توی این لا، یه جای تاریک، انگار شب اینور. رسیدیم به صبح روز سوم، میبینیم بیرون چه خبره. ساعت چند گرفتی؟ نیم ساعت بیشتر بیدار میمونده. با اینا با چکی عکسو نشون بده. بلاگر کم. حسام یه عکسی از آسمون دیشب گرفته که انگار دیشب نبوده، صبح بوده. این کجاش دیشب نبوده، صبح بوده. روشن درخشان رو نور داره. نه اینه ناکو واسه اینا همش بودن. این انگار روزه. خیلی عجیب عکس‌ها. آخرین لحظات ما توی کمپ، هر وسایل رو جمع کردیم. جالباسی درست کردم بچه‌ها، عالی. دیگه منتظریم برگردیم پایین. هادی نظرت چی بودش راجع به این کمپ؟ عالی، فوق‌العاده. خیلی آرامش. از نظر تو چی بودش؟ اگه شما سری بعدی نباشی خیلی کمپ بهتری میشه. مرسی. عالی درجه 1. خوابم دریا پاشو دریا، نظرتو بگو. خوب بود. دوربینایی تو حلق ما نکنی همش، خیلی عالی بود. نه نزدیک نیست خیلی. خیلی خوش گذشت. اجباری باید بگین خوش گذشته. میگن که ماشاءالله خوش دوربینه. چیکار کنیم؟ خب این کم یه نظر اجازه بده. این کم بذار بقیه رو بپرسم تابع. عالی بود، عالی، بست. عالی ولی گشنه‌ایم. این کمپی بود که من فهمیدم چه حالی میدن این کار گروهی چقدر خوبه. بچه‌ها تصمیم گرفتن که هر کسی یه مبلغی به کم اهدا کنه برای اینکه وایسا اگه چک پاس شه. چک داریم ما آخر شهری باید چک داریم. چک ما رو باید پاس کنن. مسعود باید چکش پاس شه. خب بچه از زیبایی‌های این محیط هم بهتون بگم که بردگار عزیز
خیلی درختای خوشگلی داره اینجا. این نسخه اینترو کمپ های سری بعد ما هست. اگر میخواهید در کمپ های لاکچری آقای حسام و دوستان شرکت بفرمایید باید 10 تومن به حساب بزنید. 10 و 500 ولی برای اینجا کارت رضا 50 22 500 تومن تموم شد. شماره کارت 50 22 29 10 23 49 31 49 رضا واعظی. ممنون. چه هوایی شد.